امروز بعضی مادری ما نماز یک طرف بیستند، از سحر تا بگه در کوچه به کوچه رایان میگذرند. از مردا در کوچه ها زنا بسیار هستند. بزرگا گفتیان که بزرگای تاجیکامون گر هست تو را هوای مردی بر سر، بیرون مگذار ایال خود از خانه بدر. شاخه که از سر دیوار برون آرد و سر، از میوه او طمع کند هر ره گذر. عایشه مادرمان از مرده ها شرمی داشت، وقتی درون قبری پیغمبر گرامیستان هجرش که داخل میشه زیارت، در سرش حجاب میکرد. حضرت پیغمبر خدا خواب بود، حضرت عمر خواب بود، حضرت ابوبکر خواب بود، حجاب کرده می درآمد. شاگرداش میگفتن که مادر جان چرا تو پیشتر حجاب نمی کردی، امروز حجاب کردیم؟ میگفت که من از عمر شرم دارم، پیشتر پیغمبر خدا شوهرم بود، دیکام بریده نمی شود، و حضرت ابوبکر پدر جانم بود، لکن عمر برای من خیش تبار نیست، از عمر شرم دارم. شاگرداش میگفتن که آخر این در تگ خاک است، میگفت که از روح شرم دارم. امروز مادری تاجیک از زنده ها شرم نمی دارد. در کوچه که میگذاری چشماش به میسی سویتفار نگاه میکنم، من رو میانیمه که بکنم او روی شانیمه نمی کند. این سبب چی است؟ سبب بیناموسی. مردها بیناموس کن، زناشون را تربیت کرده نمیتوانند. امروز چی بلازد است این مردمی تاجیک که فقط خانه انداز، دیتجه خانه انداز، ماشینی مکسیما بگی، ماشینی مرسیدس بگی، بچهش از رسیه تلفن میکنم، خب دادا جان چی کمبودی داری؟ بچم دلار ندارم. آخ خدا خاک در سرت، نمیگی بچم بیا زن در کوچه گشت است، سطر ندارد، دختر یوبکه میپوشد، در کوچه های بازار کویبش میگردد، بیا دختر تا صاحب شو، بیا زن تا صاحب شو، از پولتم بیزارم، از دلارتم بیزارم. این گپ ماندگی بچم حاضر نیا. همسایه ماشین گرفت تا پولی ماشین کار نکردی؟ نیا. همسایه دو احتیاج خانه انداخت تا پولی همو راهی نکردی؟ نیا. روز میشه بیچاره که از دنیا میگذره خانه‌اش سرش میماند. فقط در عذاب روز قیامت به این کمبوتی مان، به این کیلونامون بی ستر، به این دخترامون بی ستر در این کوچه گشتشون ما چی کار میکرده باشیم؟ امروز تا دخترامون گوشبار کیلو نباشه، دیوان نباشه، ما قرآن فراموش کردیم، حجاب فراموش کردیم. پدران عزیز دختر تا قرآن بوده، حجاب پوشانشه، بگو دختر جان خدا برکت یاد. جوان عزیز وقتی با ناموسی آمده است، وقتی آمده است که مسلمانی تا آشکار بکن، زنی مسلمان بگی در زنگیریت خطا نکن، از خانه بای نگی. خسرون بای گفته ماشین میخره تا زن تا آوردن خسرت میگیره یا سود میکنن یا خداوند میزنش در یک کارش میبینی که به پول شد. دختری مسلمان بگی خدا برکتت میدهد. و طبق فرموده رسول اکرم زن از چهار جهت نکاح کرده میشد، فعلیک بدینها تربت یدا. پیغمبر خدا میگه دیندار بگی تو را خداوند آبرو میده.